عمر محمد قابلیان فرزند محمد اقبال صدرالدین، اساسگزار، سردبیر و مجری اساسی برنامه‌های اصلاح تیوی، یک کانال پرتماشابین اپوزیسیونی، شام 28 آگوست سال 2023 با نشر دو عکس خبر داد که پدرش را پس از ظهر دوشنبه 28 آگوست در شعبه احیا یا ریانیماسیا بستری کردند. محمد اقبال صدرالدین با اهل خانواده‌اش از سال 2017 در فرانسه به سر میبرد. در عکس‌های نشر شده محمد اقبال صدرالدین در حالت خواب یا مدوشه در روی کت بیمارستان دیده می شود. پس از ظهر روز 28 آگوست سال 2023 پدرم اساش رفتند، نماز ظهر را خواندیم و حالشان بد شد. چند روز آخر خیلی مشغول نوشتن و رسیدگی حالت مردم بودند و قریب که خواب نمی کردند. حالا در شعبه ریانیماسیا قرار دارند. طبیبان تلاش خود را دارند. با دو باشد. نوشته است بدون ارائه جزئیات بیشتر. عمر محمد اقبالیان. محمد اقبال صدرالدین سال 1978 در خانواده قلندر صدرالدین، یکی از اساسگزاران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به دنیا آمده است. بر اساس تاریخ رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تصمیم تأسیس این حزب بار اول سال 1974 محض در یک نشست سید عبدالله نوری با 4 تن از یاران نزدیکش در منزل قلندر صدرالدین در شهر قرغانتپه به میان آمده است. محمد اقبال صدرالدین سالهای 90 در پی شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان همراه پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده‌شان به افغانستان پناه برده بودند. بعد بازگشت یک مدت به تجارت مشغول شد، ولی سال 2012 در پی بازدیدش گشودن پرونده ترک کشور کرد. یک مدت در قرقیزستان و قزاقستان و بلاروس به سر برد و سال 2017 به فرانسه پناه آورد. او در اینجا سامانه اصلاح و بعدا کانال اصلاح تیوی را تأسیس داد. اصلاح تیوی یکی از کامیابترین طرح‌های مطبوعاتی اپوزیسیون تاجیک در خارج به شمار می رود و بسیاری از برنامه‌های آن در یوتیوب و دیگر پلتفرم‌های اینترنت هر کدام ده‌ها هزار و برخیش صدها هزار تماشابین جمع می‌آورند. خبر به بیمارستان افتادن اساسگزار اصلاح تیوی در حالی است که او در سالهای آخر به هدف رقم 1 برای مقامات تاجیکستان تبدیل یافته است. در تاجیکستان بازدید او در رابطه به سالهای صاحبکاریش با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند و چند نفر ادعا هم کردند که گویا محمد اقبال صدرالدین آنها را به مبلغ $430,000 فریب داده است. خود محمد اقبال صدرالدین این ادعا را رد می‌کند و میگوید در اصل آن دعواگران از وی قرض دارند. حامیان حقوق نیز پرونده قلابی را تنها یک حیله می‌شمارند تا به استرداد او از فرانسه نائل شوند. قرار است ماه سپتامبر سال 2023 دادستانی کل تاجیکستان یوسف رحمان با یک سفر رسمی از فرانسه بازدید و مسائل مبارزه با تروریسم و جنایت‌های فراملی را با سران نهادهای حفظ حقوق و امنیتی این کشور بررسی کند. اما باور می رود که یک هدف عمده سفر دادستانی کل تاجیکستان به پاریس در میان گذاشتن مسئله محمد اقبال صدرالدین با مقامات فرانسوی است.